بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. لطفا خودتون معرفی بفرمایید، از کجا زنگ میزنید؟ رؤوف از ایران. آقا رؤوف بفرمایید. زنگ زدم. بفرمایید. این شیعه که شما میگین راسته. الان هم در ایران شیعیان خیلی دشمن روحانیت شدند و تهدید میکنن حتی روحانیین به بعضی وقتا و خیلی بد میگن، مثل همون زمان امام علی و امام حسن و یا شیعیان عراق صدام رو یاری میکردن حتی در جنگ. این مطلب درسته، چون شیعیان اگر یه حساب بخوایم حساب کنیم مسیحی ها از همه ما مسلمان ها بهترن، نه دروغ میگن نه خرابکاری میکنن نه هیچی. اینها میگن شیعیان چون عقیده سالم و صافی دارن، تمام هم شیطان مثل زنبورها که بر روی گوشتی میریزن، هم شیطان بر اینه که اینها رو بترسانه تا از راه دین و خدا منحرف کنه. اما کسانی که عقیدهشون خرابه اصلا شیطان به اونها کاری نداره تا بهترین عبادات و خوبی ها رو مثل مسیحیه و دیگر فرق دنیا اینها انجام بدن، تا اینکه شیعه به عنوان بدترین و خرابترین ادیان معرفی بشه. این هدف شیطان همی بوده که شیعیان 12 امامی رو خراب معرفی کنه. وگرنه شما نگاه کنید در میان برادران اهل سنت بسیار با تقوا، با عبادت، با خوبی، خب اصلا شیطان به اونها کاری نداره. و من تعجب میکنم که چرا در ایران انسان هایی که عقب مونده و منگل هستن اینها سنی هستن و آدمای فهمیده و خوب و زرنگ شیعه هستن. و اینکه یوم ندعو کل اناس به امامهم، روز قیامت هر دسته رو ما با امامشون میخوانیم. اینها میخوان با معاویه، یزید، ابوبکر و عمر مشهور بشن، در حالی که اونها قاصب، ظالم، گناهکار بودن که ظلم به اهل بیت پیغمبرشون کردن. آقا رؤوف همه حرفایی که شما زدید، توهین کردید به اهل سنت ایران و به اینا، همه اینا رو میذاریم کنار. همین جمله آخرین شما، اینا غاصب بودن، اینا به اصطلاح ظالم بودن. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در نامه 6 نهج البلاغه میگه که با من کسانی بیعت کردند که با ابوبکر و عمر و عثمان با همان شرایط بیعت کردند و اگر مهاجرین و امصار گرد هم آمدند و کسی را به عنوان امام خود تعیین کردند، در این امر رضایت پروردگار است. لطف بفرمایید که حضرت علی علیه بالله در اینجا تقیه کرده، نفاق کرده، دروغ گفته بنابر ادعای شما. بفرمایید. حضرت علی قربانش بشم وقتی دید که بعد پیامبر اون توصیه های روز قدیر بهش اثر نکرد و مردم او رو رها کردن، دنبال ابوبکر و عمر رفتن، حتی 40 نفر به یاری او از انصار نیامدن. پس حضرت علی در نامه 6 نهج البلاغه به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دروغ بسته، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم در روز غدیر خم ایشون رو به عنوان امام تعیین کرده، اما ایشان در نامه 6 نهج البلاغه میگه که هرگاه که مهاجرین و انصار گرد هم آمدن و کسی را به عنوان امام خود تعیین کردند، در این کار رضایت پروردگار است. انما الشورى للمهاجرین والانصار فان اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان في ذلك لله رضا. بفرمایید. این قسمتی از یک نامه کلی هست که به معاویه حضرت جواب داده. نامه رو کامل بخونید آقای رؤوف، نامه رو کامل بخونید، از اول تا آخرش ترجمه بکنید. بفرمایید. نامه این بوده که حضرت علی در جواب ابی هریره که ابی دردا که نامه را آورده از طرف معاویه، میگه یا امام را خدا تعیین میکنه و یا امت. اگر خدا تعیین میکنه که من در کجا گفته؟ در کجا این نامه گفته؟ دروغ نبندید به سیدنا علی. به سیدنا علی دروغ نبندید. این دوستان عزیز، این یک لحظه این آقا رؤوف داره دروغ میگه. این دفتر
آقای انصاریان است، همین آخوند معروف. من از جای دیگه نمیارم که بعد نگن که حالا این وهابیون درست کردن. این نهج البلاغه در اینجا هست. یک لحظه آقا رؤوف، دروغ نبندید به سیدنا علی، خجالت بکشید. اینم نامه‌ای که نامه 6 نهج البلاغه، بفرمایید اینو ترجمه کنید. این حرفی که شما میگید در اینجا نیست. ابو هریره و نمیدونم فلان و علان. اینجا و من کتابی له علیه السلام، از نامه های آن حضرت الی معاویه به معاویه، انما بایعنی قوم الذین بایعوا ابابکر و عمر و عثمان، آن مردمی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند با همان شرایط و مقررات با من بیعت کردند. علی ما بایعهم فلم یکون للشاهد ان یختار ولا للغایب ان یرد، حاضر را حقی نیست که غیر را اختیار کند و غایب را نمیرسد که آن را قبول نکند. انما الشورى للمهاجرین والانصار فان اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان ذلك لله رضا، شورا برای مهاجرین و انصار است. اگر بر مردی اجتماع کردند و او را برای خلافت در خلافت اجتماع کردند و او را پیشوا نامیدند، خداوند به آن راضی است. آیا سیدنا علی به خدا دروغ میبنده در اینجا؟ اینجا اول نامه این گفته در این کتاب اگر اختیار در امامت به دست مردم باشد، این نگفته اگر. آقا شما عربی بلد نیستی؟ لقد سواد فارسی که داری، میگه انما، فقط و فقط شورا از آن مهاجرین و انصار است. وقتی که اونجا انما میاد در سوره در آیه تطهیر، انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت، میگید اینجا انمای حصر است. در اینجا همون انماست. انما الشورى للمهاجرین و الانصار، شورا فقط از آن مهاجرین و الانصار است. من به همه این نامه کاری ندارم. شاید بگید که آقا اینو برای معاویه نوشته، برای ساکت کردن معاویه، برای قانع کردن معاویه. چرا به خدا دروغ بسته سیدنا علی والعیاذ بالله که حاشا و کلا که این کارو بکنه. گفته ان فی ذلک لله رضا، در این امر رضایت الله است. شما کتاب اسرار آل محمد رو بخون. من دارم نهج البلاغه رو برات نشون میدم، میگه اسرار آل محمد رو بخون. چرا خجالت میکشید از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه سخن حق بشنوید؟ اسرار آل محمد رو یک رافضی خبیث یهودی زاده نوشته. اونو قبول دارید؟ سخنان علی رو قبول ندارید؟ شرم باد بر شما که مدعیان دروغین تشیع هستید. علی علیه السلام روی منبر ابوبکر و عمر و عثمان. آقا نامه 6 نهج البلاغه رو جواب من رو بده. آقا رؤوف آقا رؤوف بزرگوار، ببین برادر گرامی، یک کمی شهامت و غیرت داشته باشید، حق رو قبول بکنید. من دارم نامه 6 نهج البلاغه، سخنان سیدنا و حبیبنا علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه رو برای شما میخونم. شما میگی ولی اسرار آل محمد رو که فلان زندیق نوشته. ببین در اینجا آقا رؤوف، در اینجا سیدنا علی رضی الله تعالی عنه میگه که رضایت الله در خلافت ابوبکر و عمر و عثمان بوده. اگر نمی بود علی به عنوان وزیر مشاور پیش ابوبکر و عمر به اونها مشوره نمیداد. اگر مشوره داده و اونها ظالم بودن، پس علی به این آیه قرآن عمل نکرده ولا ترکنوا الی الذین ظلموا. ببینید شما دینتون سراسر، این عقیده فاسدتون سراسر تناقضه. شما علی رو نشناختید، برید یک کمی علی رو بشناسید، بعد بیاد اینجا در مورد علی صحبت بکنید که اونا فلانی ظالم بوده و فلانی. شما خدا رو نشناختی، پیغمبر رو نشناختی، علی رو نشناختی. به من میگی بیا علی رو بشناخت. شما میگی چرا خدا این کارو نکرده، چرا پیغمبر اینجور نگفته؟ خب بابا اونا شاگردی شما رو نکرده. تشکر میکنم آقا رؤوف، دیگه شروع کردید به ازیانگویی. من معذرت میخوام از بینندگان عزیز. خب امثالی مثل اینا هستن که زنگ میزنن. شما یعنی دقیقاً این تماس ها رو من میدونم که وقت میگیره، بعضی از دوستان ناراحت میشن. من فقط میخوام منطق آخوندیسم رو شما باش آشنا بشید که اینا حرفی برای گفتن ندارن، غیر از هذیانگویی، غیر از دروغگویی، غیر از تلبیس، خیانت، فریب دادن مردم. من میگم که علی اینو گفته، میگه برو تو اسرار آل محمد. دقیقاً همون شیعیانی بودن که در زمان علی میگفت که این کارو بکنید، میگفتن نه ما این کارو نمیکنیم، فلان کارو میکنیم. دقیقاً همون افراد هستن. علی میگفت برید به جنگ معاویه، میگفتن نه ما جنگ نمیریم، با معاویه جنگ نمیکنیم، ما صلح میخوایم. وقتی که رفت باشون صلح کرد، با معاویه صلح کرد، حکمیت رو قبول کرد، گفتن تو چرا حکمیت رو قبول کردی؟ لا حکم الا لله.
رفتن در نهروان بر علیه علی شورش کردن که حضرت علی مجبور شد که 4000 خورده از اینا رو در نهروان به خاک و خون بکشانه. به خاطر چی؟ هیچ وقت پیرو علی نبودن و این مدعیان دروغین تشیع تا قیام قیامت همین صفت در اینا خواهد بود که پیرو واقعی علی نیستن. فقط همونطوری که در کتاب فرقه شیعه نشون دادم خدمتون، اینا فقط میخوان از اسم اهل بیت سوء استفاده کنن برای اون اهداف پنهانی که دارن.